خب سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها توی این ویدیو اومدیم خیلی وقت بود نبودم و توی این ویدیو اومدیم بریم ببینیم من توی این اکانتم چیکار کردم. و البته من قبلا سودووینگر بودم و اکانتم عوض شد به این اکانتی که الان دارم که الان جلوتر نشونتون میدم. و بچه من اولین سیزن با اون اکانتم بازی کردم و خیلی کارو کردم، ولی به دلیل که نمیخوام بهش اشاره کنم اومدیم که دوباره این سریو شروع کنیم و توش پلی بدیم. ولی چجوری بگم که بهتون خیلی کارا کردم، یعنی الان میشه گفت فولم، ولی فول نه، هنوز خیلی کارا داریم بکنیم، ولی اون کارا رو معمولا رفتم جلو که میبینید الان آرمور و این داستانا دارم. و آره دیگه این شالکرامه و البته شالکرام که همه اینا پر نیست، ولی این تو کل آیتمامه. حالا دلیلش هم بهتون میگم که چرا شالکره. برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها ببینید من الان یه اندر بک دارم، یه ریدین بک دابل چستی که 3 تا دارم رنگای مختلف. اول از آیتمامو بهتون نشون بدم. ببینید بچه ها آیتمای من آیتمای لاکیه جز این بیله که البته لاکی هم نیست، خیلی کارا اینچنتا خودم روش انداختم. بذارید حالا الان هر اینچنتی شلوار من داره همه اینا دارن جز کلام که یه چیزای اضافه داره و این نمیدونم شو فدر فالینگ نداره که به زودی میندازن. ببینید کلام بلاست پروتکشن وی داره، فایر پروتکشن آیوی داره که این فایر پروتکشن خودم انداختم، مندینگ هم که خودم انداختم، پروژکتیل پروتکشن ایکس، پروتکشن ایکس، رسپریشن 3 که خودم انداختم و تونز ایکس و آنبرکینگ ایکس. بله همه اینا هم همونن، فقط فرقش اینه که مثلا این رسپریشن داره اینا ندارن. رسپریشن هم برای نفس بیشتر تو آب دیگه میدونید. حالا آیتمام سوردن فایر اسپکت وی داره، ناکبک 2، لوتینگ ایکس، مندینگ، شارپنس ایکس، سویپینگ اج 3، آمبرکینگ ایکس. این سورد لاکیه بچه ها، فقط خودم روش ناکبک انداختم، مندینگ انداختم و سویپینگ اج. ناکبک که میدونید کاری میکنه که یارو یکم پرت بشه و مندینگ هم کاری میکنه که با ایکس پی بتونیم تعمیرش کنیم و سویپینگ اج 3 هم کاری میکنه که مثلا ما میریم یه فارم ایکس پی یه کلیک میکنیم به صورت یه خط میزنه مابارو، مثلا دونه دونه نمیزنه. مثلا ببینید من اینو اینجوری میزنم و مابارو انگار اینجوری میزنه و اینم کاربرد سویپینگ اج که فکرم بهتر کار میکنه. و حالا بذارید توی این شالکرام بومو نشونتون ندادم. بومم این آیسی بوه بچه ها، فلیم داره، اینفینیتی داره، مندینگ داره، پاور وی داره، پانچ 2 دارم، برکینگ 3. حالا آیتم اسفه که رو آیتم اسف هم شما میدونید نمیشه اینچنت انداخت و اینو من با خود اسف اینچنتش کردم که جلوتر بهتون میگم چجوری اگه نمیدونید. و پیککس هم افیشنسی ایکس داره، فورچن ایکس داره، مندینگ داره، آنبرکینگ ایکس. عکس هم افیشنسی ایکس داره، فورچن ایکس داره، مندینگ داره، شارپنس ایکس، آنبرکینگ ایکس. بیل هم افیشنسی وی داره، فورچن 3 داره، مندینگ داره، آنبرکینگ 3. و اینم که غذام دیگه چیزی نموند. اینم که مثل همه ایناست دیگه معمولا. اینم که شیلدمه، این فقط 2 تا دونه نه یه چند تا دونه شیلد دیگه دارم جز این. و آره دیگه الایترام هم که مندینگ و آنبرکینگ 3 داره که این چند تا دیگه فکر نکنم نیاز داشته باشه. حالا اندر چستم که یکم البته معمولا نامرتبه، ولی مثلا یه سری شالکرهای مهمم که اسمتین تمپلیت هم اینجاست و چند تا الایترا و چیزای دیگه که من اینا رو اینجا نگه می‌دارم تو اندر چستم. و 3 تا بک که هر کدوم اینا چیزای فرق داره توشون. اینا سالا بعدن نمیتونم الان دونه دونه نشون دادم، ولی این 2 تا شیلدیه که دیگه دارم. بقیه‌شون هم هنوز شیلدش نکردم ولی بنراشون رو دارم که اونجاست. اونجا هم که نیست، نشونتون میدم. بقیه اینا اینم که اینجاست. این یکم شاید عجیب باشه براتون، توتم اینا زیاده، ولی خب این واسه ایناست. اینم تازه درست کردم، چیزی نداره. و شاید بگید چرا اینا رو داری.
بچه این سیلک تاچ داره که اصلا میخوام برای SF گلد اور بکنم، گلد اور بکنم نیاز به این دارم، چون این فورچن ایکس داره نمیتونه سیلک تاچ روش بندازیم. واسه همین یه کلنگ دیگه هم درست کردم برای این و اینم بیل و کلنگم. بچه اگه بدونید کلنگ گلدی نمیتونه دایموند اینا رو بشکنه، واسه همین اینم زاپاس واسه خودم دارم. و همینطور عکس که برای اینکه هندونه بفروشم سیلک تاچ میخوام که اینم فورچن داره که نمیدونم چرا رو تبر باید فورچن داشته باشه، ولی اوکی. اینم سیلک تاچ داره برای کندن هندونه. حالا اینا از اینا. حالا بریم اون شالکراییم که پره رو نشون داره. این که توش بوک و امرالده برای تریدینگ کالم که این پایین الان نشونتون میدن. اینم چیزاییه که الان چند دقیقه پیش وود پارتی شد برداشتم. اینم یه چند تا اسپانره که خیلی بیشتر از این دارم ولی فعلا انقدرشو آوردم. و اینم بقیه چیزاست. و اینم چند تا از اسپانرهای دیگمه، هد و اسکالک و اینا. و اینا هم یه ذره آیتمای SF و آیرونینگات، اینا رو بر SF استفاده میکنم آیرونینگات ها رو و میفروشم. خب رسیدیم به این استریمر کیت که من قبلا به دوستم دادم و اون دوستم چون دیگه پلی نمیداد ایناشو داد دوباره به من. حالا شاید یه زمانی بفروشم، زیادم قوی نیست وگرنه چیز میگم، ولی خب میخرم چون اسمیتینگ تمپلیت داره، همه چی داره دیگه، فوله. اینا هم یه سری آیتم های دیگه همه اینا هم پرن که بومیل ندرایت. اینم از آقا من دیگه توضیح نمیدم دیگه، خودتون ببینید چون ویدیو فکرم اینجوری بخوایم بریم جلو طولانی میشه دیگه. اینم توش هده و اینم قراره شیلدش کنم. اینم از اینم وی پی کیته که اینو برای که من جادویی هم این سیزن داره پلی میده و قراره با اونم ویدیو داشته باشیم، خودش داره میخواد مدیا بشه و قراره با اونم ویدیو داشته باشیم و اینا رو ما اوکی کردیم که بریم شطور چسونی. ولی فکر کنم 2 روزه داریم دنبال شطور میگردیم، کودم پیدا نکردیم حقیقتا، یارمون زمان. خب اینا رو بدیم بالا و اینا اینونتوری منو الان گرفته. حالا ایست بیلدای منو جادویی بهتون نشون بدم و بریم سراغ ویدیومون. به این دقت نکنیم، مهم نیست. این بچه خونه موقت منه که اول سیزن ساختمش و درش رو باز میکنیم. 2 تا شالکر داره برای دیزاین. حالا الان این یکم خالی، اینه که آیتماتش رو برداشتم، حالا همش اینطوره. میخوام خونم رو جابجا کنم چون این دیگه خونه موقتم بود، یکم کوچولوه میدونی. اینم که مجسمه است، دقت نکنید بهش. خب اینجا این آیتماست و این نه زایشم. خب اینجا نه، اینجا چیزی نیست، دقت نکنید. اینجا هم آیتماییه که فرنیس چرا ندر بریک داریم، حالا میدونید دیگه خودتون، حالا نمیدونم چجوری بگم ولی خودتون فهمید. اینم یه آسانسوره، میریم پایین. اینجا تریدینگ کال منه بچه، یکم کوچولوه و اگه اشتباه نکنم فکرم 20 تا ویلیجر اینا دارم. اینجا 3 6 تاست، اینجا 3 6 7 تا. آره دیگه. بعد این کنارشون زدم چیو میفروشه. این هم بریکینگ 3 میفروشه، سیلک تاچ میفروشه، فورچن 2 میفروشه، مندی. بچه‌ها فورچن 2 زیاد به دردم نمیخوره چون راحت میشه فورچن 3 اوکی کرد، ولی خب دیگه اینو آپگرید کردم، اینو دیگه نمیشه تغییرش داد و حالا ارزونم میده، میشه مثلا 3 کرد فروخت، حالا به درد ما میخوره. اینم مندینگ میده، مندینگش ارزون تر از این تهیه که الان میده. بعد یه چیز خوبی هم که میفروشه نیم تگ و کلاکه که به دردمون نمیخوره این، ولی نیم تگ به درد میخوره. اینم فایر اسپکت 2 میفروشه، لنتر. حالا لنتر به درد نمیخوره ولی حالا نوشتم فایر اسپکت 2. اینم بچه قبلا فلیم و یکی دیگه. آره این بچه قبلا یه چیزی یادم نیست میفروخت که نمیدونم چرا فکرم ازش نخریدم، این چندش بعید.
اینم تونز 3 میده با پیرسینگ آیوی. اینم فلیم میده. اینم سویپینگ ایج 3 میده که سردم و اینجوری اوکی کردم. اینم مندینگ میده که معمولا من از این اولی میگم چون ارزون تر میده. اینم ارتقا بدیم مسترش کنیم ارزون تر میشه، ولی حالا مهم نیست. این چست هم خالی کردم، حالا میدید انقدر آیتمه. اینا معمولا هر روز میام تو AH میفروشم. بچه اسلش AH ویو نیم منو تگم کنید که برید AH همو ببین، چون خیلی این چنتای خفنی میفروشم. نایس. خب این ور چی میفروشیم؟ این ور حالا دقیق اینجا نظم نداره، خودتون دارید میبینید، چون این الان من انقدر دارم سعی میکنم فایر پروتکشن بگیرم. آرمورای لاکی خدا لعنتشون کنه فایر پروتکشن نداشت و من فقط روی هلمت و لگم انداختم و اینا نداره. 2 تا دیگه هم نیاز دارم که دیگه فول شه دیگه، بعد یا بخرم یا اگه اینا اجازه بدن بفروشم. اینو بچه من انتخاب نکردم، اینجا بوده اومده برداشت. رسپریشن 3 اینو من انتخاب کردم. شارپنس وی هم انتخاب کردم. اینم که کود میفروشه. اینم اینفینیتی خودم انتخاب کردم و اینم ناکبک 2 که خودم انتخاب کردم. ناکبک هم که از اینجا گرفتم گذاشتم اینجا و دیگه اینجا فکر نکنم چیزی مونده باشه. ندارم که هیچی نداره. باید بدونم کسی تو این سرور یا سرورهای دیگه تو ندر بیلدی انجام بده، چون ندر و اندو نمیشه کلایم کرد اگه درست یادم باشه. خب بچه اینجا هم برای جادوییه که الان من داستانش جداست براتون میگم که اینجا یه جای بزرگ هم که نه، دستگاه استفمون این پایینه بیشتریش. اینجا هم برای جادوییه و این درخت دایمندشه. اینم که نمیدونم چیه، درخت تومیتوی بود فکر کنم. اینم که بچه مثلا بچه‌مون میخواد اتاق فرار بسازه 3 روز ذرت کورن ببریم. بچه یه چیزی که من توی سیزن پیش ساختم اگه یادتون باشه خیلی به دردم خورد چیز بود، یه باغ بود برای میوه های این شکلی که اون موقع فهم کردم بیشتر برای دیزاین و خوشگلی ساختن، ولی نگو که خیلی به درد میخورده. نگاه کنید اگه من استف براتون باز کنم ببینید اینجا توی این قسمت همه اینا معمولا همه‌شون که نه بیشترشون از اون چیزا میخواد. نگاه کنین الان درختاشه که ما کاشتیم سیزن پیش و مثلا برای ساخت اینا رو ور میداریم مثلا باش اینا رو میسازن.